سلام، من مهدی مچا هستم و خوش اومدین به بازی شبیه ساز سوپرمارکت. ما تو این بازی یک سوپرمارکت داریم که مدیریتش رو بر عهده داریم و واسهش باید محصولات جدید بخریم و تو این مغازه داد و ستد کنیم. لطفا قبل شروع ویدیو منو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو رو هم بزنید و بریم سراغ ویدیو. خب ما اول کار یه سری محصولات سفارش میدیم. $42 پول داریم. سعی میکنیم به اندازه $42 خرج کنیم و محصولات بخریم و صبر میکنیم که محصولاتمون رو بیارن. خب محصول اولمون رو آوردن و این جعبه کارتون رو باز میکنیم و محصولاتمون رو میچینیم تا که محصول بعدی هم بیاد. بعدش قیمت رو تعیین میکنیم. مثلا اینجا نوشته قیمت کلی، قیمت تو همه سوپرمارکت ها 4.25 سنته و ما 4.24 میذاریم که $1 کمتر بدیم، اونطوری مردم جذب ماشن و از ما خرید کنن. واسه محصول بعدی هم همین کارو میکنیم. خب بریم برای باز کردن مغازه و نشستن پای صندوق. صبر میکنیم مشتری ها از راه برسن. بعدش خریدای اونا رو حساب میکنیم. بعضا پول نقد میدن و ما باید بقیه پولشون رو بهشون برگردونیم، مثل این مورد. بعضا مثل این مورد کارت میدن و قیمت خریداشون توی مانیتور میاد و ما اون قیمت رو میزنیم و خرید رو انجام میدیم. خب بقیه ویدیو رو یا آهنگ میذارم و بقیه ویدیو رو بدون صحبت های من تماشا کنید.
با سرعت 3 برابر چیدن محصولات و قیمت گذاری محصولات رو تماشا کنید. خب دوستان، این بود از این ویدیو. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.